میگن 1400 یا 1500 سال پیش به خاطر که یه روز شمر لعنت الله علیه یا رحمت الله علیه آب رو حسین قطع میکنه، این همه سال مردم به خاطر همون یه روز هر سال میزنن تو سر و سینه خودشون. ولی ما اینجا هر روز آب نداریم، برقمون قطعه، آب قطعه، اینترنت قطعه. امروز و فرداست که نونتونم قطع کنن. جالب اینجاست واسه اینا کی میخواد بزنه تو سر و سینه خودش. امروز و فرداست که همه چی رو قطع کنن و هیچ کم این خیالش نباشه. رفی به خدا قسم جایی که باید دل به دریا زد همینجاست، نه کار